ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اسمم ساغر عباس است. من اهل پاکستانی هستم. اطراف ما سنی هم الانم هستن. اونا مدرسه زیادی دارن. این یواش یواش کارای تدریسی و یعنی دامداری و کشاورزی و اینجوری شروع کرد. به ما را اونجا درس داد. کوچولو بودیم ما، بزرگتر من بودم اون داخل اون بچه ها. به من را اول قرآن و دینیات و عقاید و اینجوری درس دادن. بعد از من کسانی که کوچکتر از من بودن من به اونها را درس میدادم اونجا. اینجوری داستان شروع شد تا الان اون مدرسه 10 ساله که داره کار میکنه. از 2 تا طلبه الان رسیده 300 خورده طلبه. بیشتر اونجا سنی هستن، وهابی هستن، شیعه هم هستن. شیعه‌ای که الحمدلله تو پاکستان وضعیت اینجوری شده، بعضیا تو ایده شیعه پخش شدن، بعضیا علی الله ای هستن، بعضیا یعنی تفاوت دیگری هم دارن. این بنده خدا از همون به شیعیان را می جنگه و به مذاهب دیگران را داره همکاری میکنه. این اونجا اینجوری یعنی کار میکنه. کسی نیست که تعاون اون بکنه، یعنی خیر باشه یا پول بده به طلبه یا چیز کنه، مصرف کنه. اینجوری یواش یواش الحمدلله از اون مدرسه تو حوزه علمیه قم تقریبا 30 خورده طلبه اومدن. تو 30 خورده طلبه تقریبا 6-7 نفر مستبصرینن از خانواده سنی اومدن. تو این 40 3 تا طلبه با پدر و مادر آوردن تو کربلا و نجف و عراق برای زیارت ابا عبدالله الحسین. اونا اینجا اومدن برگشتن. اینجوری الحمدلله اون مدرسه داره روز به روز رشد میکنه. خب خودتون وقتی شیعه شدید خانواده‌تون ریاکشن و اون عکس العملشون نسبت به شیعه شدن شما چی بود؟ پذیرفتن؟ گفتن مشکلی نیست؟ قبلی که وقتی که این مدرسه تاسیس شد برادرها به برادرش دعوی کردن چرا خودت مدرسه را تاسیس کردی؟ چرا اینجوری کارا داری؟ الان گاهی اوقات وقتی که دعوی میشن این حرفا را دوباره هم میزنن. ولی اون بنده خدا روز به روز از منطقه الحمدلله از اون مدرسه اطراف های روستای ما تقریبا 3-4 تا روستا شیعه شدن. بچه اونا را میاریم از 5 سالگی ما میپذیریم اون بچه ها رو، هم خاک و خوراک و لباس شستن و هم اکادمی و هم درس و تدریس و تا 18 سالگی. وقتی که بالغ میشن میفهمن، هم اکادمی میخونن هم درس میخونن. وقتی که رشد میکنن خود به خود میفهمن حق چه هست باطل چه هست. این سال ما تقریبا 4 تا روستا منبر داشتیم. یعنی اونجا هیچ کس اینجوری برنامه ماه محرم الحرام نمیذاره. تا اینجوری یواش ما وقتی که ماه رمضان میاد مبلغین هم میفرستیم تو اون مناطق ها. هیچ کس پول نمیده، حتی توی سری نمیدن برای روزه، نه افطار میدن، نه رفت و برگشت هزینه میدن. ولی اون دای خانم کشاورزی هم میکنه اینجوری یواش میگه که بابا این کار خیر هست، این کار را انجام میدی بروز محشر جزا از آل محمد میگیری شما. اینجوری یواش یواش داره رشد میکنه. بعد از شما خانواده شیعه شدن یا نه هنوز؟ بعد از الحمدلله الان که همه شیعه. منطقه ما تو روستای ما تقریبا 300 تا خونه هست. قبلی کسی میمرد سنی و وهابی می اومد، نماز جمعه و غسل و میت و تدفین و تلقین و همه سنی انجام میدادن. الحمدلله الان اطراف های 5-6 تا روستا طلاب های ما میرن برای تلقین و غسل و کفن و نماز جنازه و روزه و اینجوری. تا تقریبا 15 کیلومتر طلاب های ما میرن برای این کارهای فرهنگی و اسلامی. بعد از اینکه شما مکتب اهل بیت رو پذیرفتید دیدتون نسبت به خود قرآن، آیات قرآن و احادیث چطور شد؟ تفاوتی کرد یا؟ الحمدلله وقتی که اون مدرسه تأسیس شد ما هم سن بلوغ رسیده بودیم. اونجا یک بدبخت هست، اون نه سنیه نه وهابیه نه نقشبندیه نه بریلویه، نمیدونم کدوم مذهب داره. خیلی آدم شیطونیه. اون هر جایی که میره یه فتنه میندازه بین شیعه و سنی ها یا بین شیعه و وهابی ها.
اون اومد همونجا. اون همین فکراییه که ما تو اذان میگیم اشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی الله وصی رسول الله و خلیفته بلا فصل. توی آخرش و خلیفته بلا فصل اینجا اعتراض کرده. شما چرا میگی که علی علیه السلام بلا فصل خلیفه نبی بوده؟ تو اینجا خیلی بحث و مباحثه شد. پیر مردای ما کسانی که صاحب علم بودن اونا هم اومده بودن، خیلی تجمع شده بود از این روایات و یا رسول بل عید غدیر و همه روایات که توی رقوب امیر کائنات زکات داد و اینجوری همه روایات را جمع کردن. گفتن بابا اگر اینجوریه که شما میگی فلان فلان خلیفه اول دوم سوم بودن، اول این چیزها را بیارید از قرآن و روایات که نبی بفرماید که بعد از من مثلا توی غدیر فرمودن من کنتم مولاه فهذا علی مولا، من که به هر کسی مولام بعد از من علی مولا است. اگر اینجوری این اول دوم بودن چرا نبی گاهی یا هر جایی که رفته چرا به رای اینها نگفته؟ اینجوری استدلال و بحث مباحث و اونجا اون مردود شد و فرار کرد. بعد از چند مدت دوباره نمیدونم از کجا به دنیا آمده شیطان، عربستان رفته اونجا هم کتا خورده برگشته. دوباره یک الان اونجا داره، الان رفتیم هم اونجا، من منبر داشتم من و داییم خودمون اونجا، ما سنی ها وهابیا تو مساجد می نویسن یا الله یا محمد یا علی و اینجوری اسم ها. اون بعد وقت اومد میگه که این همه چیزهایی که نوشتی شرکه، چرا یا الله نوشتی و چرا این شما قربانی میکنی و دنبه را ذبح میکنی، هم کلا شرکه. تو نماز عید قربان هم اینجوری حرف زد. یعنی اینجوری ایده‌ای هستن نمیدونن مسلمانن کافرن یهودین، ولی میان بین شیعه و سنی اینجوری حرف میزنن که اینا با هم برخورد میکنن. این وقتی که اومده بود تو همین استدلال برای ولایت امیر المؤمنین، اون جایی که اون دایم و پیرمردای ما که بودن اونا استدلال و روایات و قرآن و یا ایها الرسول و اینجوری که به اشون را کایل کردن، اونجا ما مطمئن شدیم. و بعد از اون جناب سیدا که وقتی که رفت که حق بعد از بابای خودت که بره حق بگیره، یعنی حق خودش که نداده بودن اونها، یعنی بحث باب فدا به این موضوع هم اونجا بحث و مباحثه شد. اینجا بعضی ها قائل شدن واقعا حق همین مذهب هست که دارن میگن، اینجوری جریان شد. نظر مردم منطقه شما، حالا اهل سنتی که بودن و اینها، پیامبر، شخصیت پیامبر بینشون تو ذهنشون چه جوریه، چه جور آدمیه؟ پیامبر که پیامبر، بعضیا میگن که خدا که هست مثل آدمه. من توی چیز سوم جای رفته بودم اونجا، منم دعوت بودم تو منبر اونجا اونا اینجوری پیغمبر که کجا اونا با خدا را نمی بخشن، میگن خدایی هست الله کرسی السماوات والارض. بعد وقت ترجمه میکرد کرسی السماوات والارض، کرسی میگن اونجا به نام صندلی، کرسی السماوات والارض، کرسی میاد از آسمان روی زمین، خدا میاد میشینه. اونا پیغمبر که پیغمبر اون خدا را تشبیه به آدم میدن، خدا میاد میشینه، از جهنم میپرسه شما چی میخوای، جهنم صدا میزنه که من گریسنم، خدا پای خودت را میذاره تو جهنم. بعدا میپرسه میگه که دوباره گریسنم، خدا پای دوم میزنه تو جهنم. اونا بعضی اینجوری عقاید دارن پیغمبر مثل ما بود و یعنی خدا هم مثل آدمه، موهای خوب و قشنگ داره، کفش های طلایی میپوشه و اینجوری، یعنی اونا عقاید اینجوری بعضی دارن، اینجوری اونا پیغمبر را اینجوری میدونن. راجع به امیرالمؤمنین امام علی تو مدارسشون چی گفته میشه؟ مثلا یک شخصیتی که مثلا میره تو حوزه اونا، مثلا یه جوان 18 ساله، دیدش نسبت به اهل بیت یا امام علی چیه؟ چه دیدی داره نسبت به امام علی؟ مثلا به امیرالمؤمنین را یک که ولی خدا میدونن، دوم جانثار محمد مصطفی میدونن، سوم هر جایی که اسلام مشکل خورد، حتی توحید هم مشکل خورد، اونجا امیر کائنات مدد کرد، کمک کرد برای اسلام. اینجوری یعنی همه حقایق را درس میدن. یکم درباره مدرسه‌تون اگه میشه بگید، اسم مدرسه‌تون چیه؟ اسم مدرسه ما امام مهدی آخر الزمانه. ما تقریبا
200 خورده طلبه داریم. شبانه روزی تقریبا 100 تا طلبه داریم. بقیه صبح ساعت وقت نماز میان درس میخونن، همونجا میمونن برمیگردن خونه. برای اون طالبه های اکادمی هم داریم که تا اونجا هم درس های دنیاوی هم بخونن. اکادمی هم داریم، اونجا میرن برای طالبه مجانیه میخونن برمیگردن. ولی تو مدرسه ما همون یک بنده خدایی است که خیلی داره زحمت میکشه، هم آشپزی میکنه خودش، هم امام جمعه است، هم مدیر مدرسه است، هم کشاورزی میکنه، هم دامداری میکنه، هم درس میده و همه چیز تبلیغ خودت انجام میده. مدرسه ما یه ضعیف و یعنی اینجوری وضعیت هست. بعد چه خصوصیتی مدرسه شما داره که اهل سنت یا مثلا وهابیت مشتاقن که بیان وارد این مدرسه بشن؟ مدرسه ما هیچ شرایط نداره. یعنی هر مدرسه شرایط دارن. یعنی بچه‌ای که کلاس 5 باشه بیاد یا مثلا کلاس 10 باشه بیاد، ما هیچ شرط نداریم. فقط این چیز بلد باشه که نون را اینجوری تیکه تیکه کنه فقط بخوره، باقی کار ما هست. یعنی لباس شستن هم بلد نباشه اونم مشکل نیست، فقط میتونه بخوره یا داشوی بره همین. ما که خودمون بهشون تربیت میدیم و اینجوری کارا را انجام میدیم. خب یه سوال داشتم، از بین اهل بیت کدوم اهل بیت هست که شما بیشتر ارادت دارید بهشون، بیشتر دوستشون دارید و چرا؟ روستای ما بیشتر عقاید به جناب ابوالفضل العباس دارن. هر چی که مشکل میاد، هر جایی که باشن زیر پرچم حضرت ابوالفضل العباس میشینن، میگن از تو میخوایم، تو از خدا باید این کارا را انجام بده. نظر میگیرن، نظر حتما تکمیل میرسنه، میگیره اون حتما. بعد از اون تکمیل همون نظری که میگن که انجام میدیم اون انجام میدن. بیشتر حضرت ابوالفضل العباسه. بعد بین شخصیت‌های اسلامی یعنی بزرگان، علما، آیا شخصیتی هست که خیلی شما ارادت ویژه داشته باشید، خیلی دوستشون داشته باشید؟ چرا؟ اونجا تو شیعیان الان نمیدونم چه وضعیتی شده. بعضیا که منکر مجتهدینن، چون ذاکرین که هستن اینجا مدح میگن، اونجا اونها از پول از اسرائیل و انگلستان میگیرن. چون کسانی که روی منبر میره مردم بهشون را بیشتر دوست بدارن، اون هر چی که روی منبر بشینه میگه مردم گوش میکنن. اینجوری بدبختا هستن، نمیدونم دین را دارن یا ندارن، میان توی منبر هر چی که میخوان بگن مردم گوش میدن. بعضی ایده هستن که مرجع و تقلید را خیلی دوست دارن، بعضی هستن که مرجع و تقلید را اصلا قبول ندارن. تو وضعیت اینجوری داره چرت و پرت میشه، اون مدعی ها میان خراب میکنن، ولی خود اونها علم خودت ندارن. همون کسانی که پول میدن هر چی که میگن اینا را حرف شما برید همونجا بزنید، میان میزنن. بعد از اون حرفا دعوی میشه با شیعه یا شیعیان با هم، یکی میگه که فلان اینجوریه، دیون میگه فلان اینجوریه، اون شیطان حرف میزنه و فرار میکنه. ما که اونجا که هستیم بیشتر اطراف های ما بیشتر مشتاق آقای رهبری هستن، دیدار آقای رهبری. منطقه شما، خود شما و اون منطقه که شما هستید، راجع به امام زمان منجی آخر زمان دیدشون چیه که مدرسه‌تون هم به نام امام مهدی منجی آخر زمان؟ وقتی که این داستان یه ذره شیرینی هست. دایی خانم اونجا که وقتی که اومده بود هیچ چیز نداشت، قبض برگ بیشتر اومده بود، برای بچه خاک و خوراک نبود، تابستون بود، زمستون بود، خیلی سرد بود. بچه بیرون تو خیابون توی زمین خوابیده بودن، خیلی لرزیده بودن. اون یه بنده خدایی است که پول داره تو اطراف ما، رفت گفت بابا یه مقداری پول بدید، یه اتاق بسازین بچه بخوابن تو، از سرما نخورن که برن داخل. اون هیچ چیز نداد. گفت بابا وقتی که پول نداشتی چرا مدرسه را تاسیس کردی؟ اینجوری حرف زد و این حاجی آقا با گریه برگشت. این که خوبی داره حاجی آقا، هر شب سه شنبه و شب جمعه تو بلندگوی بزرگ شب سه شنبه دعای توسل میخونه به گریه.
شب جمعه دعای کمیل میخونه. این شب جمعه ساعت شب 10-11 بود. دعای کمیل داشت میخوند با گریه با بچه طلبه ها. ما هم اونجا بودیم. اینجوری گریه میکرد و میخوند یا امام زمان من مدرسه را به نام شما ساختم، هیچ کس کمک نمیکنه، چیکار کنم؟ اگر فرار کنم این بچه زندگی تمام میشه. کسانی که 5 سال همراه منن یا 8 سال اینجا هستن که من که بینا که تمام کار اینا خراب میشه، چیکار کنم؟ اینجوری یعنی گریه میکرد و دعای کمیل میخوند. بعد از خوندن این دعای کمیل اون ثروتمند که پولدار بود اون خواب بود، توی خواب دید یک شخصیتی هست که چهره نورانی داره، روی اسب سوار داره میاد به سمت مدرسه، اون جایی که دارن دعای کمیل میخونن. این بلند شد رفت دنبال اون آقا، به دنبالش اومد. اون آقا از اسب پیاده شد رفت داخل مدرسه، همون جایی که نشسته بودن دعای کمیل میخوندن. به نگهبان گفت که هیچ کس را اجازه ندید که بیاد داخل. امام زمان بود، نمیدونم کدوم شخصیتی بود. میگه که وقتی که من اومدم نگهبان به من اینجوری لغت زد، گفت که برو گم شو، به شما اجازه نیست که بیای داخل، همینجا بمون. میگه من این گریه کردم، وقتی که صبح بلند شدم اومدم مستقیم مدرسه. بین حاجی آقا را گفتم بابا هر چی که میگی میدم، این چه جریانی هست؟ اون بنده خدا بعداً پول داد و مدرسه را تأسیس کرد. یعنی 3-4 تا اتاق زدیم. قبل فقط 2 تا اتاق بود، 60 تا طالبه بودن. خیلی سخت بود. اون اتاقا خیلی قدیمی بودن. اونجا به نام امام زمان اینجوری یه بنده خدای لغت خورد و الحمدلله الان داره کمک میکنه. خیلی عالی. پس مردم به منجی و به امام زمان و به امام مهدی اعتقاد دارن؟ بله. خب سوال آخرم این باشه که به نظر شما برای ترویج اهل بیت، ترویج تشیع تو منطقه شما چه کاری از همه بهتر انجام بشه؟ متوجه نشدم. برای اینکه شیعه روش اهل بیت تو منطقه شما بخواد رواج پیدا بکنه، مردم به سوی اهل بیت بیان بیشتر و با شیعیان حالا یا همراه بشن یا شیعه بشن، به نظرتون بهترین کاری که میشه انجام داد به عنوان یک شیعه چه کاریه؟ اونجا مردم ها که نزدیک شیعیان بیشتر میشن، یکی اینه که اینا بیشتر راستگوان. دوم معاملات های منصفانه انجام میدن. سوم یعنی غلابی نمیزنن، گول نمیزنن، گول نمیزنن، چیزایی که میگن انجام میدن. ولی بعضی ها از ماه محرم الحرام ما اونجا یه مثل یه شبیه زری و ذوالجنا، یعنی مثل یه اسب مظلوم کربلا اونجا درست میکنن میارن. بعضی سنی ها یا مثلا مذاهب دیگران 10 محرم الحرام میان اونجا پیش های شیعیان. یکی میگه که من مثلا فرزند ندارم چیکار کنم؟ شیعیان ما میگن که شما برو از چی میگن اون جوله جناب علی اصغر، چی میگن به فارسی؟ گهواره. اره از اون منت بگیر، نظر بگیر، انشالله سال آینده پسر دار میشی شما. یعنی یا مثلا میگن که برو اون یه هست شبیه آدیشون عهد کن که من کار من اینجوری بشه، من انشالله میام همین 10 روز بدون کفش پیاده پا میام عزاداری میکنم، هر چی که اهل بیت میخواد انجام میدم. اینجوری بیشتر میان اطراف های ما عقاید ها میگیرن. روز به روز توی محرم الحرام بیشتر مردم ها کسانی که حرفای مفتی میزنن، وقتی که 10 محرم الحرام ما میبینیم میان اونها بعدا میگن که ما هر چی که خواستیم از این اهل بیت خواستیم. واقعا انجام شده. ما اومدیم که اون نظرها را